دیورند مرز رسمی است یا خط فرضی؟ دیورند مرز نیست و صلاحیتش دست مردم است. TTP تروریست نیست. اتهام وابستگی افغانستان به هند بی اساس است و اگر پاکستان آتش بس را نقض کند پاسخ می دهیم. اینها سخنان محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارات است که در مصاحبه اخیرش گفته. کابل و اسلام آباد اما هنوز به آتش بس پایبند ماندند. بینندگان افغانستان 1400 در سراسر جهان سلام. من احمد رشاد زریر این موضوع را با آقای روح الله هوتک آگاه و فعال سیاسی به بحث میگیرم. هوتک صاحب تشکر از حضورتان. دیورند مرز است یا خط؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب زریر صاحب سلام به شما و به همکاران تکنیکی تان و بینندگان نهایت عزیز تلویزیون تان در سراسر جهان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. جناب زریر صاحب شما میفهمین که دیورند یک خط پرزی تحمیلی بالای یک پارچه مردم هم کش، هم مذهب، هم دین و هم پیمان کش شده و حدوداً 123 سال از این توافقی که با انگریزها در وقتش صورت گرفته میگذرد. مهم است که ما در این بحث به سه نقطه اساسی تمرکز بکنیم. جناب زریر صاحب، اول نقطه ای است که وقتی که سیاست‌های بزرگ به خاطر رقابت‌های ژئوپلیتیک خود، به خاطر نگه داشتن نفوذ فوق‌العاده خود، به خاطر اینکه بتوانند در منطقه یک نوع آشوب برپا باشند، چندین جغرافیاها را با هم منفصل ساختند، یعنی با هم جدا کردند. انگریزا در او وقت مرز آخریشان هم همی بود که با آسیای مرکزی ما را جدا کردن و در وقت عبدالرحمن خان برای ما یک خط کش کردن به عنوان خط رسمی. و به این معنا بود در وقت که این خط یا این مرز یا این سرحد که در وقت حساب شد به خاطر دفاع قشون سرخ زمان بوده که تهدیدات برای بریتانیا برآن انداخته بودند. و شما در اسناد حتما دیده بودین که افغانستان من حیث یک حایل در مقابل شوروی وقت و در مقابل وارسا استفاده میکردن. این طرف شمالش بود و طرف جنوبی اونها چون در او وقت جرأتی نبودن که زمین به صورت کل جدا بکنن به قسم شمال، یک خط پرزی را کش کردن. باز هم گفتن که اگر از مرز اصلی وارسا بگذرن، در مرز پرزی که فرض کرده باشه برای اونها در وقتش که امضا شده بود، باز مدافعش مردم اینمی سرزمین باشه و تا این حد برسه. این یک جنگ، یک انفصال تحمیلی است بالای مردم یا جغرافیای افغانستان. همین تحمیل جناب هوتک صاحب، اسناد و مدارک حقوقی و جغرافیایی و سیاسی بین المللی در این مورد چی میگه و اصلا چرا پاکستانیا اونجا دروازه گذاشتن، سیم خاردار کشیدن و چرا دو طرف ویزا و پاسپورتشان از اونجا بررسی میکنن؟ همین مشکل چرا اکنون وجود داره؟ خب ما میایم دارم میگیم همین صحبت ها را که حالی چطور شد و چگونه از استفاده صورت گرفت. ما بحثی اولی را میگیم که انفصال منطقوی را چطور به وجود آوردن. درست. بلوچستان به هم شکل جدا کردن بین ایران و پاکستان و خود ایران و خود پاکستان و هندوستان با کشمیر منفصل ساختن که یک معضل بزرگ در این بین وجود داشته باشه که من حیث مناقشه بین این دو کشور وجود داشته باشه. و این را تقریبا بعد از اینمی که امپراتوری بریتانیا هم شکست خورد، به پا نشست و محدود شد تا سرزمین خود، تا او حد هم نتانستن این کشورها که با هم مرج شوند و منافع خود شریک بکنند. یک دردسر کلی که در او زمان برای انداخته شده بوده اینمی انفصال منطقوی است و این تقسیمات نامشروعی بوده که به عنوان فرضی در مابین مردم افغانستان و در مابین مردم کشمیر و هندوستان که مابین پاکستان و هندوستان میشه به جای خود باقی مانده است. بحث دومی که فرضاً اگر ما مستقیما بحث بکنیم به این که دیورند لاین، شما باور بکنین این با پاکستان امضا نشده. در اون وقت اصلا پاکستان وجود نداشته. ما خط پرزی را با انگریزها در وقت به شکل موقت امضا کردیم. پاکستان خب پسانتر زایده شد و پس از این بود که ما دیورند لاین
به عنوان یک خط فرضی در اینجا به سینه مردم کش شده. پاکستان اصلا وجود نداشته. این مسئله دومی است. مسئله سومی که زعمای در افغانستان، هر چقدر زعمایی که تیر شده به هیچ وجه به خاطر اینکه یک موضوع حساسی هست به دیورند لاین و به اینمی خط فرضی به هیچ عنوان دست حل مسئله را دراز نکردن. از وقت کمونیستا گرفته تا مجاهدین امارت قبلی بعد از جمهوریت، از او به بعد حال در دوره امارت اسلامی بعد از عبدالرحمن خان این مسئله دیگه تا به حال باقی مانده است. بحث سیومی که اگر میگن که باردر منیجمنت برای انداخته شده بود، یک پروژه تحمیلی بود که در وقت جمهوریت به خاطر اینکه پاکستان یک بهانه را جو کرده بودن، رژیم پاکستان، که تروریسم از طرف پاکستان وارد افغانستان می شود و یا هم افغانها در او وقت یا جمهوریت وقت ادعای را می کردن که تروریسم از طرف پاکستان به افغانستان میان، تن دادن به خاطر مدیریت مرزی. در او وقت هم امضا نشد، فقط یک مدیریت باردر منیجمنت در آن انداخته شد. پس از اینجا شد که سیمیخاردار بالای خط فرضی در جای اصلی خود کش نشد، بلکه به کیلومترها به طرف افغانستان کش شد. در او وقت هم تمام مردم انزجار خود داشتن و حال هم انزجار خود دارند. حتی در او وقت هم اعلامیه های بزرگی را که شنیدیم واضح بوده که خط یا سیمی خارداری که اینجا کش میشه یک زمان میایه که این قیچی میشه در بازار به نخود سیاه فروخته میشود. این مسئله چی است که مردم قبول نکردن. حالا میایم در رابطه به این که بسیار کوتاه یک نکته دیگر هم که مردم دو طرف خط همین باور دارن یا فکر میکنین مردم اون طرف خودشان را پاکستانی و خاک هم جز پاکستان فکر میکنن؟ همین مردمی که صدا میزنن لروبر پشتون یکی است. این خود دیگه طرف افغانستان نمیگن، طرف پشتونخوا میگن، طرف پایین او طرف دیورند مردم ها میگن. همیالی که مهاجرت صورت گرفته از شمالی وزیرستان، از جنوبی وزیرستان به طرف پاکستان، اینیا و اصلشان هست، همکیششان هست. حتی ایتون شده که یک دهکده را در بین نصب کردن، مسجدش او طرف مانده و قبرستانش این طرف مانده. این جدا شدنی نیست به واقعیتش. و ایتون نیستن که همون مردم به خود بگویه که امروز پاکستانی هستیم، فردا بگویم ما افغانستانی هستیم. این به می شکل پیش رفته، به می رقم هست. تحمیل کردن پاسپورت، تحمیل کردن ویزا، نابسامانی ها و یکی از اونمو اقدامات یک طرفه پاکستان بوده که به خاطر آوردن فشار بالای مردم افغانستان استفاده کردن. قسمی که بالای مهاجرین استفاده میکنن و به زور و به سقم و به شدت در مقابل اونها پیشه اخراج زیر دست گرفتن و افغانان را میرانن. در پالوی اونها بمباردمان و نقض حریم و این سلسله های بزرگی هستند که شما میفهمین که در مجامع کنفرانس ها و سمینارهای بین المللی به شکل خودسرانه نمایندگی افغانستان را میکنن، به همین شکل در اینجا لانه تروریسم یادآوری میکنن، در اینجا گروه های 60 گانه و 40 گانه را یادآوری میکنن. اینمی بازی هایی که در پالوی اونها یا در وقتی که صادرات افغانستان وجود داشته می باشه مرز میبندن، یا در وقتی که تنش برا میندازن از شدت و از سقم و از بسیار فشار در سرحدات استفاده میکنن، حتی حریم نقض میکنن، چی حریم هوایی است چی حریم زمینی هستند. در پالوی اونها شما دیدین در وقت جمهوریت روزانه به صدها راکت ها به افغانستان سرازیر می شدن. اینا برنامهش همی بوده که دیورند لاین به عنوان یک خط رسمی بقبولانن برای مردم افغانستان که این قبول شدنی نیست. مثل که وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان در قطر در اعلامیه خود گفتن در کنفرانس خبری که موضوع دیورند موضوع ملی هست. حکومت ها در این راستا نه حق دارن، نه توانایی دارن و نه هم حیثیت و جرأتی را دارن که برای اونها به خاطر حل اونها اقدام بکنن. این مسئله ملی هست و فکر کنیم که وقتش رسیده که این مسئله حل شود. واضح هست که مردم او طرف هم از طرف رژیم پاکستان زیر بمباردمان و زیر فشار و زیر کشت و خون گرفته شده و حال نجات خواهان هستند و یگانه نظامی که یگانه مردمی که اونا را نجات داده میتونن و نمو قوت است، برادری است که
در این طرف مرز دیورند مردم افغانستان برای اونها آغوش باز راه حل به نظرتان است که این خط برداشته شه و بره به جای سابقش، همون پل اتک میشه یا هر جای میشه؟ این راه حل است به نظرتان، یا راه حل ای است که دو طرف تعامل کنن و از یک سری مناطقشان بگذرن؟ که چند روز پیش عاصم منیر هم گفت که ما از یک وجب خاک ما نمیگذریم. شاید منظور عاصم منیر از یک وجب خاک او طرف دیورند باشه. خب یک چیزی بسیار واضح هست، وقتی که عوامل کاهش اعتماد و رسکاره ما میبینیم همچون مسائل هست. ما با مسائل ریشه‌ای مردم که گری خوردن خط فرضی دیورند است، یعنی مرز مورد اختلاف ما هست و در توافقنامه که در دوحه امضا شد، توافقنامه امنیتی بگویم یا آتش بس، در اوج هم این خط فرضی خوانده شد. بدون حل این مسئله تنش‌ها میتواند بازگردد، همچنین میتواند که عامل اختلال مسائل دیگه باشد. توقف استفاده از خاک افغانستان برای حملات نیاز به همکاری عملی در بخش رسیدگی اختلاف ریشه‌ای در بخش دیورند شود و ما فکر کنیم که بهترین وقتش است. وقتش که ما میگم بهترین وقتش به این معنی سه قدرت بزرگ منطقوی که هندوستان است، چین است و روسیه هستند، اردویشان تقریبا همسوی مردم افغانستان هستند، همسوی مردم و نظام امارت اسلامی افغانستان هستند. به این معنی که اونا یگانه ریشه غربی که امیال محکم هستند و یا هم وجود داره به نام رژیم پاکستان در پاکستان وجود دارند. دیگه تمام نیابت های غربی ها و امریکا دیگه از منطقه برچیده شده و به هیچ وجه دیگه منافع اونها و یا سیاست اونها دیگه کارا نیستند و یک نظام ضعیفی وجود دارند که به هر طرف به قسم حمله‌ور میشوند که نه به ثبات منطقوی مؤمن هستند، نه به امنیت منطقوی مؤمن هستند و نه هم به نفع اقتصادی منطقه هستند. پس به این معنا سه کشور بزرگی که امیال اگر حمایتگر بگویم یقینا که حمایتگر مردم افغانستان و داعیه مردم افغانستان هستند که در این وقت ما میتوانیم با استفاده از این قدرت ها موضوع ریشه‌ای افغانستان که خط دیورند هستند و یا این مرز مشترکی که ما به شکل تحمیلی بالای ما تحمیل شده و وضعی نیستند به صورت کلی یک نشانه فرضی هستند، از جای خودم شور خورده‌اند. به این معنی ای را ما رد کرده میتوانیم و به خاک خود رسیدگی کرده میتوانیم. خیلی ممنونم. ما بیننده‌های عزیز وقفه کوتاه میگیریم و باز میگردیم. ادامه گفتگو. او تاکسی حالا دیورند که بحث مفصلی است، در دیدارهای بعدی بیشتر بهش میپردازیم. کوتاه میخوایم جوابایتان در موارد دیگه که باقی مانده بگیریم. اول اینکه وزیر دفاع افغانستان گفت که ما از هیچ گروه مخالف پاکستان حمایت نمی کنیم ولی TTP را ما تروریست نمیدانیم. معناش چی است؟ بسیار واضح است. TTP تروریست نیستند. پس یکی اشتباه دو مشترکات با شما شریک میکنیم، مشترکات اسرائیل و مشترکات رژیم پاکستان که در منطقه وجود دارند. اونها در مقابل حماس که اونها را حماس گروه تروریست مینامند، بالای اونها بمبارمان میکنن، به خاک اونها داخل شدن، اونها را میکوبانن و در پالی اونها به صدها و هزارها بیوه و هزارها شهید دادن و منطقه و در مقابل استقلال اردوی خود، تمامیت اردوی خود، اونا که گروه حماس در مقابل اسرائیل می جنگن، دفاع اردوی و نوامیس و مقدسات خود هست. ولی اسرائیل اونا را تروریسم خطاب میکنن. حالا بیاین به طرف پاکستان هم تروریسم برای مردم افغانستان و به کشور افغانستان بهانه گرفتن، در حالی که نه تروریسم در افغانستان وجود داره و نه هم تعریف تروریسم برای مردم افغانستان به این عنوان است که تا دین روز این نظام تروریست خطاب میکردن، یعنی مردم امارت اسلامی افغانستان، ولیکن برای اونها با مشارکت قائل شدن، با اونها به تفاهم رسیدن، با اونها که نظام اونها را چفه کرده بودن پس برگشتن با اونها در دوحه توافقنامه را امضا کردن و این توافقنامه سبب خیر و صلح و رفاه و سعادت مردم افغانستان شد که 4 سال است که ما به طرفای بهبود میریم، نه به طرفای چالش هایی که وجود دارد و به طرف وحدت رفتیم، موقعیت هستند. این تروریسم که دین روز به نام تروریسم یاد میشد، امی پاکستان و یا رژیم پاکستان
علیه جغرافیا از خاک خود چقدر حملات برای انداختن به حمایت امریکا به خاطر کوبیدن تروریسم. پس این مشابهات و این مشترکات اسرائیل و پاکستان واضح هست. پس می توانیم که در عقب اونها هم امریکایی ایستاده هستند، در عقب پاکستان هم امریکایی ایستاده هستند. حال موضوعات داخلی پاکستان 2003 در یادم میآید که بار اول در مقابل پاکستان TTP ایستاد شدند، در مقابل رژیم پاکستان، و ای از تمام نابکاری‌های سیاست‌های دروغین و فرسوده و مخالف ملت خود از اونمو یک کشت برای انداختن که آلی برای درو کردن اونها زمینه سازی شده و در مقابل اونها قد علم کردن. شما دیدین کرنیل امام، فقط ضرور سب یک جمله، کرنیل امام که کوه استخباراتی پاکستان نامیده میشد از طرف مسعود در کوه و توسط مرمی کشته شد و تمام جهان نندارای اونا را کردن، اونا را تماشا کردن. پس می توانیم که در وقت نه امارت بوده نه هم تروریسم بوده و هر یک مبارزه بزرگی در خاک افغانستان در مقابل به گفته اونها در مقابل تروریسم برانداخته شده بود. پس این مردمی هستند که حق اونها را خورده شدن، در مقابل رژیم اونها ایستاد شدن، از 2003 به این طرف ایستادگی کردن. این مردم ما تعریف کرده نمیتوانیم. اونا از حقوق خود دفاع میکنن، از مال خود دفاع میکنن، حق خود میخواین و او مردمای خود میخواین که با هزارها و با صدها تا حال ناپدید هستند، نه مردهش در دست اونها داده شده و نه هم زندهشان. در مقابل از خاکش بالای مردمی که هم دین هستند، هم مذهب هستند، هم زبان هستند و هم کش هستند و هم مسلمان هستند، از اینمی خاک بالای مردم افغانستان استفاده شد. این برادر در مقابل برادر، انزجار در مقابل و نمو حلقه یک کارکرد حقانی گفته میتوانیم. این گناه رژیمش است که از خاک اونها در مقابل مردم مسلمان استفاده شده. این گناه رژیمشان هست که بالای این مردم ظلم کردن. پس حق خود میخوان. این تعریف هرگز امارت اسلامی و مردم افغانستان کرده نمیتوانند. به خاطر نمیتوانند که در اوج مشترکات ایدئولوژیک وجود داره، مشترکات لسانی وجود داره، در اوج مشترکات منطقوی و مشترکات لسانی و در پالی اونها مشترکات زمین و جغرافیا وجود داره. چطور میتونیم یک برادر ما تروریست بگویم، درگه برادر ما به جای خود بشانیم برش بگویم که شما دیگه تروریست نیستین؟ درست است. این رقم نمیشه. خب و حالا اینکه آتش بس فعلا برقرار است و گویا توافق تا اینجا خوب پیش رفته بین پاکستان و افغانستان، اما خب از یک طرف رژیم پاکستان قابل اعتماد نیست و هر از گاهی متهم شده به اینکه آتش بس ها را نقض میکنه و به تعهداتش پایبند نمیمانه. یک و دوم همی که ملا محمد یعقوب مجاهد گفت که اگر پاکستان دوباره نقض کنه ما پاسخی کوبنده میتیم. امکان شکستن آتش بس و توافق و جنگ دوباره میره؟ خب بیاین نمیتو دانه به دانه صحبت بکنیم. حل اختلاف مرزی برای امارت اسلامی افغانستان یک دستاورد دیپلماتیک بزرگ است که مشروعیت و اعتبار امارت را به سطح جامعه جهانی افزایش داد و واضح است که این آتش بس اعتبار از طریق میانجیگری قطر که بخش دیپلماتیک است و گفتگوهایی که صورت گرفتن، یک ابرقدرت بزرگی اتمی را که به نام اتمی یاد میشه به سر میز مذاکره کشاندن و واضح بودن که خواستار میانجیگری را هم پاکستان کرده بودن و رژیم پاکستان کرده بودن. ترکیه عملات میانجیگری کرد. خب قطر که گفتم که قطر بار اول به سعودی عربستان و به قطر اینا تلفن کرده بودن که پیش از آتش بس 48 ساعته که میانجیگری بکنن. بحث دوم ای که این آتش بس سود برای ثبات منطقه هستند. به این خاطر حل اختلاف مرزی با پاکستان ادعای امارت مبنی به امن و ثبات را تقویت میکند که این خواسته های جامعه جهانی ما سازمان ملل هم است و این با تمام حتی تا اتحادیه اروپا هم خوانی دارد. یک دستاورد میتواند که درهای کمک های بشر دوستانه را و همکاری اقتصادی را باز بکند، به خاطر که بسیاری کشورها مانند چین و ایران برای امنیت منطقه به روابط خوب با امارت علاقمند هستند. بحث سومی است که کاهش فشار جامعه جهانی. این ارزش های توافق میگیم که اینمی سه ارزش فوق العاده را دارند. کاهش فشار جامعه جهانی تاکنون تنها وجود داره که ما صراحت میگیم که روسیه رسما امارت را به رسمیت شناخته
اما قطر به رسمیت شناختن جزئی با امارات جایگاه دیپلماتیک میدهد و این اعلامیه‌ای که نشر کردن واضح است که دوجه اگر تخطی یا کدام عبارت اشتباه کرده بودن با باورمندی به این داشتن که اونا را اصلاح کردن و آمدن به دفاع مردم افغانستان ایستاد شدن. محدودیت های وجود داره و مشکلات ما هست. وقتی علی بحث به این میگرده که چقدر ما اعتماد داشته باشیم به این توافق. بله. توافق و آتش‌بس اخیری که بین افغانستان و پاکستان یا رژیم پاکستان به میان آمده و قطر و ترکیه محصولش یمی بوده که میانجیگری را کردن، یک گام مثبت برای کاهش تنش مرزی هست، اما سطح اعتماد آن فکر کنیم که نه اعلاست و نه پایین، به شکل متوسط ارزیابی می شود. به خاطر که پاکستان و رژیم پاکستان در مراحل اولیه اجرای قرارداد و تاریخچه روابط پرتنش دو کشوری که وجود داره با عدم اعتماد متقابل مدت است که تغییر میکنند. با این معنی که تعهدات واضح دو جانبه توافق آتش‌بس فوری است و در پالوی اونها حملات خصمانه و بحث‌های دیگری که یادآوری شد اینا را باید انجام نده و صراحتا گفته میتوانیم که شکننده به خاطری هستند که یعنی 48 ساعت آتش‌بس با افغانستان اعلان کردن ولی بلا فاصله در 17 اکتبر حمله کردن و تا غیر نظامی که بازیکنان کرکت هم دو شامل بودند اونا را شهید ساختند و پاکستان اتحاد مبنی بر حمایت طالبان TTP را هم تکرار میکند. این مسئله تا حال حل نیست و صراحتا میاد وجود داره که اتهامات متقابل به نقص سر اعتماد را به یک نوع تضعیف میکند و مسئله ریشه‌ای را که برات گفتم که مسئله خط فرضی دیورند هست، اونا در جای خودشان هست، اونا یک معضله بزرگ هستند که تا الان حل مانده. و جنبندی را با این سوال میخوام داشته باشم متاسف که حالا نگاه پاکستان به روابط افغانستان با کشورها همیشه سلطه‌جویانه خوانده شده، ولی در مورد هند یکم استثنایی تر است. آقای وزیر دفاع افغانستان آقای مولوی مجاهد یک اشاره کرد، گفت که اتهامات در مورد وابستگی افغانستان به هند بی اساس است. چشمانداز چی است در این مورد فکر میکنین؟ خب اصلا فکر کنیم که نسبت به روابط سیاسی افغانستان با دیگران واکنش نشان ندادن یکی از واجبه های پاکستان باید تلقی شود و اونا را منقاد به این بکنه که ما مردم دیگه به سرپرست نیستیم، ما مردم بی نظام نیستیم، ما مردم یا جغرافیای ما به شکل نیستن که دیگه باز در نیابت دیگران بیفتد و یا دیگه آزمایشگاه عقیدوی بگویم، آزمایشگاه تسلیحاتی بگویم، آزمایشگاه یا تقاطع قدرت های بزرگ بگویم. فکر کنیم از اون مرحله افغانستان برآمده. حالی افغانستان ثابت کرد در 4 سال که من حیث یک جغرافیای مومد بر ثبات منطقه تلقی می شود، من حیث جغرافیایی که واضح هست میتونن که مرکز تقاطع دستداده های اقتصادی برای کشورهایی که نیازمند هستند، چی ایران باشه، چی آسیای مرکزی باشه، چی آسیای جنوبی باشه، تلقی می شود. از طرف دیگه هندوستان من حیث یک کشور بزرگ هم از نگاه نظامی و هم از نگاه اقتصادی و در کل از نگاه تکنولوژیکی حق دارند که روابط با افغانستان داشته باشند و این روابطش اگر برا و به کرسی میشینن نفش به خاطر به ما هستند که دست پاکستان سرش کوتاه کرده میتوانند. عظیمی هست که رقیب بزرگی اونها که در منطقه وجود دارند هندوستان است که اگر روابط اونها با افغانستان به حد مشروع اونها به کرسی بشینند پاکستان میتوانند به جای خود بشانند و در مقابل اونها یک صدیرای پیدا شود و نظام افغانستان تقویتر و قویتر در مقابل انزوای غربی و در کشورهای دیگه که بالای افغانستان هر چیزی که روا داشتن اونا را جوابگو باشند. پس در این صورت میتوانیم که افغانستان به حد واضح خود در رابطه با دفاع از نوامیس و جغرافیا با محق خود کمک کردن و مردم افغانستان با خود جمع کردن و یک وحدت به وجود آوردن. مسئله سیوم پاکستان به این عنوان تطمیع کردن که اگر قدرت‌های بزرگ اتمی باشند در مقابل عقیده و در مقابل وحدت یک جامعه نمیتوانند که مبارزه و اقدام کرده بتوانند. مسئله سیومی است که هیچ وقت سیاست‌های پوچ و سیاست‌های دوگانه نمیتوانند کارساز باشند و حیله‌گری از اعتماد مردم، از اخوت اسلامی، از اشتراکات
با آنها سوء استفاده دیگه مجال نداره و نه هم کار به کار میرسانند. بسیار تشکر از شما روح الله اوتک، آگاه و کنشگر سیاسی، بابت حضور در این بحث و سپاس هم از شما که همراه ما بودید. تا فردا شام، لحظه ها بکام.